نقره‌ای. حکایت ناگفته ها. فریدون فرخزاد. شما این همه موفقیت و شهرت و آوازه رو پشت سر گذاشتید، برگشتید به ایران؟ با تمام وجودم. سکوت شبانه پرچمدار بی همتای ایران زمین. من عاشق ایرانم و عاشق هر کسی که ایران و فرهنگ ایرانی رو دوست داشته باشه. شما مثل این که با قوانین این کشور مشکل دارید. همیشه دوست داشتم که برای یک مسئله بزرگ بمیرم، برای فرهنگ، برای هنر، برای آزادی خواهی، برای یک مسئله بزرگ. فریدون فرخزاد، میخک نقره‌ای.